شما واقعیت رو نمیبینین. چشمها سیاه چاله هستن. اونا نور رو میکشن داخل و بعد تصویر توی پشت سر ایجاد میشه. به خاطر اینکه کائنات یه چیز ذهنیه و این قانون اول کتاب کابل است. همه چیز ذهنیه و کائنات هم ذهنیه. کلمه عنصر هم همینه، توش کلمه ذهن هست. همه چیز توی ذهن ماست. دنیای مادی که شما میبینین تو بعد سومه. بازتاب معنوی ذهنه. لوسی به زبان لاتین یعنی نور. چشمها هم همینطور کار میکنن. حتی اساطیر مصر هم اینو میدونستن. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 5. خداوند نوره. نور با ارتعاش پایین تبدیل به ماده میشه. ماده با ارتعاش بالا تبدیل به نور میشه. تنها چیزی که وجود داره نوره. همه چیز زاده نوره. همه موجهای نوری ارتعاششون بالا و پایین داره، مثل روز و شب. این ساعت و ثانیه و میلی ثانیه. خورشید موج سینوسیه، دی ان ای موج سینوسیه، صورت فلکی یه موج سبک سینوسیه. همه چیز یه موج سینوسیه، چون همه چیز زاده نوره. واسه همین 7 فلز نماد 7 سیاره است، چون سیاره ها نورن و وقتی که تبدیل به جسم مادی میشن 7 فلز. خورشید میشه طلا، مریخ میشه آهن و مشتری صلح. کلمه انسان داخلش کلمه نور داره و همچنین کلمه جذب کردن. ما نورهایی هستیم در قالب جسم مادی.